سلام رفقا، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امیدوارم حالتون خوب باشه. قراره با هم دیگه به مناسبت فینال چمپیونز لیگ بریم یه ضربات پنالتی بین این دو تیم داشته باشیم داخل بازی ای فوتبال. فقط قبلش یادتون نره این ویدیو رو لایک و چنل منو دنبال کن و برامون تو کامنت ها بنویسید که کدوم تیم قهرمان میشه. پنالتی اولو طارمی میزنه، بیرون نزنی، فقط حالا هر جا میخوای بزن. Is the next to run the gauntlet. Oh, it's a really good save. من هنوز تو شوک پنالتی قبلی ام. چجوری تونست اونجوری خرابش کنه؟ Çalhanoğlu is second man up. Oh, it's saved. Pretty much straight out. از کجا فهمید؟ Well, in trying to get clever, that ended up being too comfortable این for the توانی keeper. کردن اینا. That's how it's done. He made the keeper commit. وای وای شت. Good penalty, completely wrong-footed the keeper. Inter Milan are looking to him to tie things up. He's put it وا away. لعنت به چرا اینجوری میزنی؟ اصلا مگه میشه همچین Paris چیزی؟ Saint-Germain are putting real pressure on here if they put this away. Great stop, and the keeper punches the air. So this one to restore نمیتونن اینا parity. گلش کنن پنالتی ها رو. الان این یکی هم بیرونه. Oh, that... Remarkable. So all eyes on the goalkeeper. همون بر میزنه. Oh, brilliant. He had to... اگه آدم استرن. And he did. Lest you need خب reminding, اینو this خرابش کنم is تمومه؟ and is over. شت، من هنوز یه دونه پنالتی هم گل نکردم. میگیره. It's saved and it's over. Inter Milan fall short in the lottery that is the penalty shootout. As cruel as that is. the two مگه sides میشه had یه been دونه هم گل inseparable نشد؟ after 2 hours of action. عجیبه، شهر عجیبیه. دمتون گرم تا اینجا ویدیو با ما همراه بود. امیدوارم لذت برده باشید. خیلی کوتاه بود ولی خب نمیدونم چه جوری حتی یه دونه پنالتی هم گل نکردیم. اشکال نداره. حالا شما حتما این ویدیو رو لایک و چنل ما رو دنبال کن. یادت نره برامون تو کامنت ها بنویسی کدوم تیم قهرمان میشه. فعلا تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.